سلام. تو چند تا مرحله ساده میخوام نصب ماتومو رو بهتون آموزش بدم. خب کافی بیاید توی سایت matomo.org و توی همین اون بخش اول سایت ماتومو آن پرمیس رو بزنید. چون ما با قسمت ایمیلش کار نداریم و نمیخوام از اشتراک ابریش استفاده بکنیم. بعد اینجا اینستال ماتومو رو میزنیم و یه چند تا نکته همینجا بهتون بگم. ببینید اگر بخواید روی وردپرس شما نصب بکنید، ممکنه که یه سایتتون یه مقدار سنگین بشه و حالا در ادامه و در آینده به مشکل بر بخورید. پس ترجیح من اینه که شما از افزونه وردپرسیش استفاده نکنید و حتی روی هاست شخصی خودتون هم پیاده نکنید. با اینکه میتونید این کار رو انجام بدید، روی یه ساب دامین میتونید، روی پوشه میتونید این کار رو انجام بدید. ترجیح من اینه که شما یه هاست معمولی لینوکس تهیه بکنید با یه دامنه آی آر که دیگه نه مشکل تحریم داریم نه مشکل فیلتر شکن و وی پی ان داریم. خیلی راحت روش آپلود میکنید، نصب میکنید و استفاده میکنید. حالا من اینجا برای اینکه دانلودش بکنم خب روی این گزینه میزنم. حالا دانلودش کردم از قبل که تایم ویدیو طولانی نشه. حالا بعد از اینکه دانلودش کردم باید وارد هاستم بشم و توی فایل منیجر اون فایلی که دانلود کردم رو آپلود کنم. میرم توی قسمت آپلود، سلکت فایل رو میزنم و اینجا ماتومو آخرین گزینش رو انتخاب میکنم، آخرین نسخش رو، و این شروع میکنه با آپلود شدن. هاستش این هاستی که گرفتم هاست خیلی معمولیه. قبلا یکی دو تا سایت روش اجرا کردم، روش نصب کردم و نتیجهش هم عالی بوده. در حالا در قبال اون چیزی که به شما میده فوق العاده است. یه هاسته یه تومانی تهیه کردم برای این کار به اضافه یه دامنه آی آر. خب بعد از اینکه آپلود شد، ببینید ترجیح من و نظر من اینه که شما اینجا هم روی در واقع روت نصب نکنید روی ریشه سایتتون، که مثلا حالا اینجا شما مثلا بهمن محمودی دات آر رو بزنید، خب مستقیم بره سراغ نصب ماتومو و اصلا این بشه قسمت آنالیتیکس شما. نه، این اصلا درست نیست. و درست که درست و غلطی وجود نداره، ولی خب جالب نمیشه دیگه یه نفر آدرس سایت رو بزنه مستقیم وارد قسمت آنالیتیکس بشه هرچند یوزر پسورد میخواد. برای همین من پیشنهاد میکنم یه پوشه ایجاد بکنید. مثل من اینجا برای حالا قبلا برای ماتومو آنالیتیکس رو زدم و از همون میخوام استفاده بکنم. حالا من یه فولدر ایجاد میکنم توی public under HTML و اسمشو میذارم مثلا ماتومو. خب و کریت فولدر رو میزنم. کریت فولدر رو که زدم ماتومو رو باز میکنم. خب اجازه بدید ما اینو اکسترکتش بکنیم داخل پوشه ماتومو و اکسترکت رو بزنیم. خب الان من اگر ماتومو رو باز کنم، خب این اکسترکت انجام شده، ولی خب یه لایه بیشتر رفته داخل. برای همین باید باز کنم، همش رو انتخاب کنم و اینجا همش رو که انتخاب کردم درگ کنم توی ماتومو که اینجا بشینه. حالا من دامنه‌ای که دارم رو بیام اینجا و آخرش رو بزنم ماتومو. الان میریم تو قسمت ستاپ ماتومو و چند تا مرحله ساده داره. اینجا من نکست رو میزنم. خب دیتابیس هم لوکال هاست سرورش. یوزر پسورد رو من اینجا از قبل سیو کردم که وقت اون گرفته نشه. خب یه دیتابیس باید شما توی سی پنل ایجاد بکنید و اون در واقع اطلاعات اون دیتابیس رو اینجا شما میایید استفاده میکنید دیگه. من اون رو نگفتم چون نمیخوام ویدیو طولانی بشه. حالا اگر خواستید آموزشش هست. اسم دیتابیس منم یوزرنیم و اسم دیتابیس هم یکسانه. پسوردش هم اینجا نوشتم. کپی میکنم. با بقیه موارد کاری ندارم. نکست رو میزنم. الان ایجاد شد. دوباره نکست رو میزنم. اینجا یک اسمی از من میخواد موقعی که میخوام لاگین بشم و اطلاعات رو نگاه بکنم. مثلا من حالا HP مثلا ادمین ماتومو حالا یه هر چیزی. خب
میزنم یه پسوردم میزنم، حالا 1 2 3 4 5 6 و یه دونم ادساین بزنیم، 1 2 3 4 5 6 و ادساین. یه ایمیل هم میخواد که ایمیل رو میزنم. اینا رو هم حالا خواستید میتونید عضو بشید، نخواستیدم مشکلی نیست. نکست رو میزنم. خب یه پسورد قوی تر، من یه پسورد قوی تر زدم دیگه، شما نمیبینید دیگه. خب نکست رو میزنم. الان میگه آدرس سایتت رو به من بگو. خب من الان یه دونه سایت اضافه میکنم، بعدا شما میتونید چندین سایت دیگه هم به پنل اضافه بکنید. خب این اسم یکی از سایت های ماست، URLش هم اینه و تایم زونمون هم کجاست؟ تهرانه، ایران. خب ایران رو که انتخاب کردم، حالا میگه که سایت شما کامیرشال یا نه. خب اینو میتونید هم بزنید هم نزنید، زیاد مهم نیست. یه اکثر چیزایی که شما ستاپ میکنید بعدا قابل تغییره. خب الان به من یه کدی داده، من اینو اسکریپت رو کپی میکنم، میرم توی سایت هم. حالا اگر وردپرسی هم نباشه توی هد سایتتون باید بذارید. توی وردپرس خب خیلی راحته، توی قسمت نمایش و اینجا ویرایش پرونده پوستر رو میزنید. اینجا دنبال هدر میگردید، هدر رو که پیدا کردید توی این قسمت پیست میکنید و ذخیره رو میزنید. خب به روز رسانی رو که زدم اینجا، اگر پیغام موفق دیدم، خب میام اینجا توی این قسمت ببینید نکست رو میزنم و تمام. الان نصبش انجام شده. چون ما ورودی نداریم به این صورت داره بهمون نشون میده. و اگرم بخوایم حالا یه مروری دوباره داشته باشیم روی ماتومو، به این شکله ببینید توی داشبورد میتونم اینجا ورودی ها رو ببینم، اینجا این نمودار رشد یوزرها رو نگاه بکنم، اینجا از کجاها بیشتر وارد شدن، کدوم صفحات من بیشتر دیده شده و چیزایی که حالا توی آنالیتیکس هم بود. دوباره حالت ریل تایم شما اینجا میتونید مشاهده بکنید. مپ رو داره مثل گوگل آنالیتیکس و توی بیهیویر هم مثلا من الان سایت سرچ رو بزنم، این بالا میتونم تنظیم بکنم برای حالا چه مدتی به هم نشون بده ریزالت رو. ببین اینا چیزایی که حالا توی سایت سرچ شده، کلماتی که سرچ شده یا بیشترین صفحاتی که بازدید خورده توی سایت کدوم صفحات هستن و حالا کلی امکانات دیگه داره که اگر نیاز شد یه ویدیو میگیرم و تا جایی که امکان داشته باشه همش رو توضیح میدم، چیزایی که ما میتونیم باش کار بکنیم و بدون محدودیت هستش. امیدوارم که این بهتون کمک کرده باشه برای نصب ماتم روی هاست شخصی خودتون. حالا هر سوالی چیزی داشتید حتما کامنت بذارید، من پاسخ میدم. موفق باشید.